دوستان بزرگوار، حکایت بسیار زیبای پدر سوخته های تاریخی رو میخوام برای شما تعریف کنم. ایرانیان باستان برای پدر ارزش زیادی قائل بودند. وقتی پدر از دنیا میرفت جنازه اونو دفن نمی کردن، بلکه مومیایی میکردن، در گوشه ای از خانه نگهداری میکردن. مثل یک سند با ارزش از اون استفاده میکردن. مثلا طرف میخواست قرض بگیره یا کالای گران قیمتی رو قرض بگیره، چون مثل امروز چک و سفته و این چیزا نبود، ناچارن جسد مومیایی پدرش میبرد میذاشت، گرو میذاشت، قرض میگرفت. بعد رأس تاریخ مقرر بدهیشو میپرداخت، جسد پدرشو با احترام پس میگرفت. گاهی پیش میومد که طرف گرفتار بود، براش مشکلاتی پیش میومد، یا سهلنگار بود، بدهیشو نمیداد. کسی که قرض داده بود براش پیغام میداد، میگه آقا پول ما رو بیار، وسیله ما رو که قرض گرفتی بیار، جسد باباتو ببر. طرف اهمیت نمیداد، اون میرفت دادگاه شکایت میکرد، حاکم شهر قاضی به طرف اطلاع میداد، میگفت 10 روز وقت داری بدهی طلبکار رو بدی، جسد باباتو پس بگیری. اگر طرف آبرومند بود به هر ترتیب شده بدهیشو میداد، جسد پدرشو مومیایی رو پس میگرفت. اگرم اهمیت نمیداد، در روز موعود جسد مومیایی پدر رو در میدان شهر در حضور مردم آتش میزدن. از اون روز به بعد به اون شخص پدر سوخته میگفتن، دیگه کسی با اون معامله نمیکرد. مثلا خواستگاری دختر کسی میرفت، میگفت دخترت نده که این از اون پدر سوخته هاست. پدر سوخته انقدر این لغت تکرار شد گفتن تا امروز که در تاریخ ادبیات ما وارد شده و ماندگار شده. بعضیا معتقدن که پدر سوخته فحش نیست، در حالی که بدترین فحشه. دوستان، خدا یار و یاور.